بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که تنها روزنه امیدیه که هیچ وقت بسته نمیشه. گاهی یک نام معجزه میکنه. به نام خدایی که زمزمه نامش آرامش دل هاست. سلام خدمت تمامی آقایان و خانم هایی که بیننده شبکه تلویزیونی سلامت هستن. سلام به همه هموطنای عزیز و دوست داشتنیمون. خیلی متشکرم که امروز هم لحظات خوب و قیمتی خودتون رو با ما تقسیم کردین و برنامه خودتون رو تماشا میکنین و امیدوارم که ما هم بتونیم از رسالتمون بر بیایم و بتونیم برنامه خوبی تقدیم حضورتون بکنیم. برنامه درس خواندن آسان است که با حضور رتبه‌های برتر کنکور و مدرسای برجسته کشورمون خدمتتون ارائه میشه و امیدوارم که بتونیم گره‌ای حتی کوچیک از مطالعات شما باز بکنیم و بتونیم شما رو روی دور خوب درس خوندن بندازیم. اما مهمان امروز برنامه ما آقای امید تیراژه هستند. ایشون یکی از رتبه‌های برتر کنکور هستن که اگه اشتباه نکنم یه برنامه دیگه هم با ما همراه بودن توی برنامه درس خواندن آسان است که امروز هم اومدن در رابطه با برنامه‌ریزی و مشاوره شما بچه‌های عزیز بیشتر صحبت بکنیم و مسائل رو بیشتر برای شما کارشناسی بکنیم. امید جان سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز، به خصوص دانش آموزان کنکوری، و سلام ویژه خدمت مجری محترم برنامه جناب مهندس نیما آقاجانی عزیز. جا داره اول برنامه تبریک بگم به خاطر چاپ کتاب واقعا خوبتون، واقعا به جا و قابل استفاده بود. من مطالعه کردم، بسیار بسیار عالی. خواهش می‌کنم. اما جناب تیراژه، ما هر برنامه یه اسمی روی برنامه میذاریم. اگه موافق باشین اسم امروز برنامه رو بذاریم بر عهده خود شما و صحبت‌ها رو شروع کنین و بعد حالا سوالات هم توی قسمت‌های بعدی برنامه از خواهش می‌کنم. من امروز یه موضوع حالا امیدوارم که جالب باشه آماده کردم برای بچه‌ها. در مورد رتبه‌های برتر کنکور می‌خوام صحبت کنم. شاید الان دانش آموزانی که دارن صدا و تصویر ما رو میشنون و می‌بینن، خیلی هاشون یا همشون اصلا آرزوشون اینه که رتبه برتر کنکور بشن. رتبه 1، رتبه 2، 3، 100، بالاخره رتبه های زیر 1000 که رتبه های برتر کنکور هستن. حالا اگر بخوایم از بچه ها تعریفی بپرسیم که رتبه برتر کنکور اصلا کی هست و چطوریه، معمولا میگن که رتبه برتر کنکور موجودی است عجیب، با کارهای عجیب و غریبتر از خودش که ما از انجام دادن اون کارها عاجزیم. یعنی یه کارهای انجام میدن که اصلا ما نمیتونیم، اصلا بهش فکر نمیکنن که منم میتونم رتبه‌ای که کنکور بشم. و حتی جالب اینجاست که شاید خیلی از رتبه برترها هم خودشون یه زمانی فکر نمیکردن که رتبه کنکور بشن، ولی اومدن این اتفاق افتاد. برای اینکه شما عزیزان دانش آموز آشنا بشید با اینکه رتبه برترها چه نوع آدم‌هایی هستن و چه نوع کارهایی انجام دادن که رتبه برتر کنکور شدن، ما اومدیم خب از رتبه های 10 سال گذشته کنکور یه سری اطلاعاتی گرفتیم. از چندین نفر یه سری اطلاعات گرفتیم، چطوری درس میخوندن، اصلا چطور آدمی بودن، چطور خانواده‌ای داشتن، چی کارها میکردن، چند ساعت. بالاخره خیلی از بچه‌ها میپرسن شما رتبه برتری چند ساعت درس میخوندی، کی شروع کردی. اینا رو آوردیم یه میانگین گرفتیم که میخوام امروز این میانگین ها رو برای شما بگم. پس اگه قرار باشه اسمی باشه روی این برنامه میتونیم بگیم ویژگی رتبه های برتر کنکور. چون خیلی وقتا دانش آموزا فکر میکنن صرفا حالا رتبه‌ای که تونستن به دانشگاه خوب راه پیدا کنن یا آدمای خاصی بودن، در حالی که آدم خاصی وجود نداره. قطعا انجام دادن یه سری کار خاص هر آدمی رو میتونه خاص بکنه، یا آدم معمولی هم قطعا میتونه خاص باشه. در خدمت اولین مورد که بخوام بهتون بگم و مهمترین مورده و همه رتبه‌های برتر بدون شک به اون اشاره میکنن، عمیق خواندن درسه. من نمیخوام اینجا کلیشه‌ای صحبت کنیم طوری که خب بچه‌ها بگن اصلا عمیق خوندن یعنی چی. میخوام راحت با بچه‌ها صحبت کنیم و بگیم عمیق درس خوندن یعنی چی. آقای آقاجانی، ببینید بچه‌ها، شده درس بخونید و هنگام درس خوندن لذت ببرید از درس خوندن خودتون. بگید که من چه خوبه میفهمم، قبل درس رو، بعد درس رو و همون در حال درس خوندن همه رو من احساس می‌کنم دارم میفهمم. به چیز دیگه‌ای به جز درس خوندن فکر نمی‌کنم. همین کافیه که بگیم عمیق درس خوندی. وقتی کتاب جلو روت بازه، وقتی لوحای فشرده رو داری می‌بینی و فقط فکرت به مدرسه و به درست که یاد بگیری و جزوه بنویسی، نه فکرت به ساعت باشه، نه فکرت به خارج از اتاق باشه، نه فکرت به دوستات باشه، همین کافیه که ما بگیم که این دانش آموز داره عمیق درس میخونه. حالا چطور باید عمیق درس خوند؟ این خب یه مبحث خیلی مفصله، شاید 2-3 برنامه لازم باشه فقط در این مورد صحبت کرد. خیلی از بچه‌ها حالا میان مؤسسه مشاوره میکنیم، خیلی از بچه‌ها مشکلات بالاخره بسیاری دارن. بعضیا حواس پرتن، بعضیا میگن صدا اذیت هم میکنه،
حواسم پرت میشه، نمیتونم تمرکز کنم. بعضی اصلا یه مشکلی برای دوستاشون پیش اومده، فکرشون مشغول شده، بعضی استرس دارن از اینکه کنکور چی میشه، من رتبم چند میشه. بعضیا حساسیت زیاده تو خانواده‌شون، پدر مادر خیلی حساس شدن و پسر یا دختر داره از الان خجالت میکشه من اگه قبول نشم چه اتفاقی قرار اگه اجازه بدین توی قسمت بعدی بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم و